روزنامه‌نگاری که از پنجکент مقامات امنیتی ربوده بود به خوجند انتقال داده شده است. زمین فروشان در مسچا دستگیر شده‌اند. 260 گکتار زمین به حال پیشترش برگردانیده شده است. فریب مهاجران تاجیک در ماریوپول. فریدون عادلوف ناتالیسیا فیل‌های برزیلی را نکاوت کرد. خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار تاجیک را که 4 روز پیش مقامات امنیتی او را ربوده بودند و از او نام و نشانه نبود، از شهر پنجکент به مرکزی ولایت شهر خوجند برده‌اند. در این باره یکی از خویشاوندان فاضلوف به خبرگزاری از پیروز اطلاع داده گفته است که تا به حال به آنها کسی نگفته است که با کدام سبب خورشید فاضلوف بازداشت شده است. گفته‌اند که خورشید را پس از بازپرسی امروز رها می‌کنند، اما امروز باشد گفته‌اند که خورشید را به خوجند برده‌اند. به گفته پیوندانش تا حال برای خورشید فاضلوف وکیل دفاع نگرفته‌اند و نمی‌دانند که او با وکیل دفاع دولتی تامین است یا خیر. با گذشت 4 شبانه روز از بازداشت روزنامه‌نگار، مقامات تا حال رسما هیچ اطلاعی را در اختیار رسانه‌ها نگذاشته‌اند. در همین حال طبق طلبات قانونگذاری تاجیکستان مهلت بازپرسی گمانبر شده از لحظه بازداشت 48 ساعت بوده. بعد آن بازداشت شده یا باید آزاد گردد یا نسبت او رسما عیب اعلان کرده شود. همچنین طبق طلبات قانون نفر بازداشت شده از لحظه بازداشت به وکیل دفاع دسترسی باید داشته باشد. یادآور می‌شویم که خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار 37 ساله تاجیک از منطقه زرافشان برای رسانه‌ها خبر و گزارش می‌نوشت و پس از نصف روزی 6 مارس از داخل اداره مهنت، مهاجرت و شغل اهالی شهر پنجکent از سوی افراد ناشناس که در تن لباس ملکی داشتند دستگیر و به سوی نامعلوم برده شد. 5 نفر اعضای کمیسی تقسیم قطعه‌های زمینی حکومت محلی در ناحیه مسچا به جوابگری انتظامی کشیده شدند. در دوام 2 ماه سال جاری در حدود ناحیه مسچای ولایت سوخت 2 مراتب سنجش پروکوروری عاید به تقسیم قطعه‌های زمین گذرانیده شده. در رفت آن حالت‌های گوناگون قانون شکنی آشکار کرده شدند. همایون رحمانزاده یاور دادستان ناحیه مسچا به رسانه‌های محلی گفته است که از روی نتیجه سنجش‌های پروکوروری 35 فرمان برآورده، 11 اعتراض، 3 پیشنهاد، 5 اعضای کمیسی تقسیم قطعه‌های زمینی حکومت محلی به جوابگری انتظامی، 114 نفر به جوابگری مأموری، 2 نفر به جوابگری جنایی کشیده شدند. با دخالت دادستانی 260 گکتار زمین به حالت اولش برگردانیده شد. خبری بازداشت و به جوابگری کشیدنی زمین فروشان ناحیه مسچا در حالی است که در تمام جمهوری این جنایت به طور معمول عملی می شود. در یگان گوشه تاجیکستان نفری را پیدا کردن محال است که بدون پاره 1 ساتق زمین را صاحب شده باشد. این زمین فروشان همه از تیم خود رژیم امروزی تاجیکستان هستند و با بهانه جدا کردن قطعه زمین مردم را فریب کرده غارت می کنند. یک گروه از مهاجران تاجیک شکایت دارند که زیاده از 2 ماه باز در ماریوپول اوکراین که زیر تصرف روسیه است حق کار خود را گرفتن نمی توانند. اکثر آنها ماه اکتبر و نوامبر سال گذشته به ماریوپول برده شده اند. روسیه برای بازسازی این شهر اشغال شده هزاران مهاجر را با وعده پرداخت معاش بیشتر به کار جلب کرده است. سفرعلی یکی از مهاجران روز 9 مارس به رسانه‌ها گفته که شمار مهاجران تاجیک که معاش خود را نگرفته‌اند تقریباً 300 نفر است. به این گروهی مهاجران وعده کرده بودند که برای هر ماه تا 120,000 روبل می‌دهند، ولی سفرعلی و همراهانش گفتند در ماه‌های اول حتی نصف آن را نگرفتند. روسیه در ماه می سال 2022 پس از جنگ‌های سخت شهر بندری ماریوپول اوکراین را غصب کرد. این شهر در نتیجه جنگ‌های سخت خراب شده است و حالا روسیه با جلب مهاجران می‌خواهد آن را بازسازی کند. مقامات تاجیک به مهاجران هشدار دادند که به چنین منطقه‌ها نروند. اوکراین ورود خارجیان را به ماریوپول مرزشکنی می‌داند. رزمنده لیگ آسیا و سابق قهرمان AFC در وزن میان فریدون عادلوف در مسابقه آسیا 153 در مسکو ناتالیسیا فیل‌های برزیلی را مغلوب کرد.
مبارزه در راوند اول با نکاوت تکنیکی به فایده عادیلوف انجام یافت. فیلهای 33 ساله قبلا در CFC نبرد کرده در دور اول بر دنیلو آلویس با نکاوت پیروز شده بود. نتالی CA 19 غلبه و 8 باخت دارد. فریدون 30 ساله است و ماه ینوری سال 2023 در مسابقه رقمی 151 تحت پرچم اسب برآمد کرده در دور اول امین نوری را شکست داد. در عموم 14 غلبه و 2 مغلوبیت دارد. عادیلوف پس از پیروزی در مسابقه لیگ عالی خواسته است که با داورن ارمیکوف نبرد نماید. او میگوید شنیدم که اسب میخواهد با ارمیکوف در گرند پری شرطنامه امضا کند. من تیارم که با او در اینجا واخورم. من این شخص را دوست نمیدارم. من میخواهم او را جزا دهم، دهانش را پوشانم، به او آداب آموزانم.